وای پختیم تو این گرما. خدا بگم چی کارت کنی ندا. ما رو این همه راهو کشوندی آوردی اینجا توی گندمزار. آخه اینجا کجاش دیدن داره؟ گفتی یه جای دیدنی خیلی باحال. خب من چی کار کنم؟ خودت پا داشتی نمی اومدی. ماشالله ماشالله از زبون کم نیاری یا ندا. تو این گرما پختیم دیگه بسمونه. من تشنه شدم بچه ها. یکتون برین آب بیارین. ندا برو آب بیار زود باش. من میترسم. بیاین همگی با هم بریم. زود باشین منم تشنه شدم. نه من دیگه نمیتونم دیگه این همه راهو برگردم همونجا. خودت برو آب بیار. منم تشنم شده. بفرما همگی تشنه شدیم. بچه ها دعوا نکنین من خودم میرم آب میارم. نه لیلا ندا اینجا میزبانه باید ندا بره آب بیاره. اینجا باغ نداست باغ تو که نیست. خب من میترسم نسرین جون. بذار لیلا خودش بره بیاره دیگه. مگه نمیبینی من میترسم. ماشالله یه موقع از رو کم نیاری یا خدا بگم چی کارت کنی. خب نسرین جون میگی من چی کار کنم؟ خب تابستونه دیگه. تابستونم که گرمه. وا آره میدونم تابستونه اما من به بچه ها گفتم بیاین بریم یه جایی یه بستنی چیزی بخوریم اما تو اصرار داشتی که ما رو بیاری اینجا. گفتی هی بریم باغ ما بریم باغ ما. این بود باغتون گندمزار؟ منم فکر کردم یه جاییه یه باغ خیلی زیباییه یه منظره ای داره. اینجا کجاش خوبه؟ از گرما پختیم آبم که نمیدی بهمون. بچه ها تو رو خدا دعوا نکنین ندا جون. ندا دعوا نکن من خودم میرم آب میارم. نسرین جون الان میرم برات آب میارم باشه. فقط دعوا نکنین تو رو خدا. من الان میرم آب میارم باشه. به خاطر یه دونه آب دارن با همدیگه دعوا میکنن. این دعوا داره. خودم الان میرم آبو میارم. خدای من بچه ها مار بچه ها. کمک
اون صدای لیلا بود؟ آره صدای لیلا بود. فکر کنم یه اتفاقی افتاده. بچه ها زود باشین. یعنی چی شد؟ زود باشین بیاین. وایسین منم بیام. خب 100 بار بهتون گفتم بیاین برگردین، اینجا جای ما نیست، اما به حرف من گوش ندادین. حالا بیاین و ببینین. بیاین ببینین چی شد. لیلا، لیلا، لیلا که اینجا نیست. لیلا، لیلا. وا، پس این کجا رفته؟ این صدای چی بود؟ لیلا، لیلا، لیلا اینجایی؟ لیلا، 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 لیلا. پس چرا هیچ صدایی نمیاد؟ بچه ها من میترسم. آره منم میترسم. آره بایدم بترسی. نمیدونم چه بلایی سر لیلا اومده. 100 بار بهتون گفتم بیاین از اینجا برگردیم، اما به حرف من گوش ندادین. حالا چی کار کنیم؟ نسرین جون یه کاری بکن. من چی کار کنم دیگه؟ من که کاری نمیتونم بکنم. دختر مردم غیب شده. نمیدونم چی کار کنم. نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم. دختر مردم. بیاین بریم پیش پلیس. آره پاشین، پاشین همه چیز رو جمع کنین. پاشین بیاین وسایلا رو جمع کنین. پاشین بریم به پلیس خبر بدیم. پاشین دیگه زود باشین. وای خدای من، کمک، کمک، کمکم کنین. کسی اینجا نیست. کمکم کنین. کسی صدامو میشنوه. کمکم کنین. من افتادم اینجا. یکی کمکم کنه. نسرین، ندا، مریم، من اینجام. کمکم کنین. من افتادم تو این چاه. کمکم کنین بچه ها. هیچ کس صدامو نمیشنوه. خدایا، خدا کمکم کن. خدا کمکم کن. من اینجا میترسم. کمکم کنین.